سلام بچه ها، میخوام یه ولاگ براتون درست کنم. 30-40 کیلومتری بندر عباس. ما اینجا تو بندر زندگی میکنیم. میخوام ببرمتون برای خرید مواد غذایی که خیلی جالبه. اینجا ما در حال حرکت بودیم که دمای هوا رو میبینید 40 درجه است. و اینکه حالا چرا یه سوال شاید براتون پیش بیاد که چرا حالا ما شب داریم حرکت میکنیم. به خاطر اینه که روزا خیلی بندر هواش گرمه، مجبوریم توی شب برای خرید و اینجور چیزا بریم. اینجا که رسیدیم وارد روستای تازیون شدیم. تازیون یکی از روستاهای اطراف بندره. و حالا میرسیم به شهرو. شهرو هم یکی از روستاهای اطراف تازیون هستش که اول باید این مسیر رو رد کنیم. اول این فروشگاه هست، فروشگاه شهرو سنتر، که ما هدفمون این فروشگاه نیست. یه خورده دیگه که میریم جلوتر میرسیم به چاهو. بله، چاهو سنتر. چاهو سنتری که میگفتم و فروشگاهی که میگفتم ازش میخوایم خرید کنیم اینجاست. تمام جنسایی که داخل این چاهو سنتر هست خیلی تخفیفای خوبی خورده و مستقیم از خود دبی میاد. الان رسیدیم به جایی که من خیلی علاقه بهش دارم. اینجا ادویه‌جاتن، ادویه‌جاتای بحرینی که من میگم، من همیشه از اینجا خریدشون میکنم. انواع اقسام ادویه هایی که شما بخواید اینجا داره. سس، ادویه‌جات. این ادویه برای ادویه سبزیجاته که برای سالاد و انواع سالاد به کار میره. این ادویه‌های بحرینیه که یک پکه. این ادویه پولویی میشه استفاده کرد، برای توی استانبولی و اینا میشه استفاده کرد. هر چند وقت یه دفعه هم حراجی میذاره از محصولاتی که داره. حراجیاش میبینید که نودلای کره‌ای هست، نودلای عربی هست. اینم سرکه سیبه، نمیدونم یا هلو بود. اینم باز ادویه است. انواع اقسام شکلات‌ها، کافیا. من همیشه روغن زیتونام از اینجا میگیرم. اینجا هم قسمت شامپوها هستش، محصولات شوینده است که همیشه ما درگیرشیم. شامپوی سر، شامپوی بدن.
انواع لوسیوناش. محصولات آرایشی بهداشتیش این قسمت بود دیگه. و باز رسیدیم به سمت خوراکی ها. من دنبال این دوتا بسته چیز برداشتم، جوی پرک صبحانه. اینجام چون آقامون خودش همسرجان ورزشکاره، دنبال کره بادام زمینی و اینجور چیزا، دنبال مواد غذایی هستیم که توی رژیم غذاییمون مناسب باشه. سعی میکنیم چیزای سالم برداریم. من اینا رو نگاه میکنم و اینا رو ور نمیدارم. نه، اینم محصولاتی بود که ما خرید کردیم. این رول خرماست، رولت خرما. خب ما از فروشگاه خارج شدیم و به سمت خونه دیگه انشالله برمیگردیم. اینم شد محصولات چیزایی که ما گرفتیم. اونم رولت خرما بود و اینم محصولاتی که من خرید کردم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اینم لیست خریدیه که من خرید کردم و تخفیفش هم گذاشتم. 9,500,000 به پول ایران شد و 1,400,000 خورده ای هم تخفیفش شد.